قدرمن عزیزانو د خبرونې په لومړۍ برخه د نور د سفیرانو برخه کې هم ښاغلی استاد قاري ذبیح الله اسماعیل بخشي صاحب را سره دی. د نوح علیه السلام د داستان او قصې په دوام به له ښاغلي استاد سره بحث خبرې اترې کوو. هیله ده چې تاسو درانه عزیزان هم را سره مل پاتې شئ. جناب استاد سلام، صبحتان بخیر، بسیار زیاد خوش آمدین. و علیکم السلام و رحمت الله. من هم به نوبی خود تهی نبی کریم صلی الله علیه و سلم و لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تقدیم حضور شما، تیم تکنیک و تمام بینندگان تلویزیون ملی. علیکم السلام جناب استاد که آمدین، دعوت ما رو پذیرفتین. جناب استاد در ادامه داستان نوح علیه السلام قرار داریم. در بحث گذشته یا در روز گذشته راجع به درس ها و عبرت های گرفته شده از داستان نوح علیه السلام برای کسانی که دعوت میکند صحبت کردیم. امروز هم میخوایم که در ادامه همان داستان صحبت بکنیم. نخستین سوال را که میخوایم بپرسم، از روش نوح علیه السلام چگونه بیاموزیم؟ یعنی دعوت را چقدر در محدوده خوف و امید ما پیش ببریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سوال بسیار خوب. همه ما و شما انشالله میدانیم که ایمان مؤمن بین خوف و رجا است. هم انسان امیدوار به رحمت خداوند باشه و هم از خداوند پروا داشته باشه. ولی روش حضرت نوح علیه السلام در دعوت ترغیب و بعداً ترهیب بود. یعنی به این معنا که کوشش میکرد که انسانها را به رحمت خدا امیدوار بسازه. یعنی اولویت میداد به امید دادن نسبت به خوف دادن. و این ما شما میتونیم که از لابلای کلام الله متعال که از حضرت نوح علیه السلام دورانش برای ما گزارش میده بدانیم که در یک آیه قرآن عظیم شان حضرت نوح علیه السلام به خداوند پاک گزارش میده که من به چه شکل همین امتی که مأموریت دارم که باید برشان دین برسانم به چه شکل برای زیاد تبلیغ میکنم. او شیوه قرآن عظیم شان به قسمی به تصویر میکشه که حضرت نوح علیه السلام به خداوند میگه که فقلتو، پس من گفتم برای کی؟ برای قوم خود. برای قوم خود طور گفتم که استغفروا ربکم، یعنی استغفار بخوایی، بخشش بخوایی از خدایتان. و خداوند چی معرفی میکنه؟ انه کان غفارا، به خاطری که خداوند بسیار بسیار مغفرت کننده است. یعنی به این معنا که ترغیب میکنه و تشویق میکنه و امیدوار میسازه مخاطبای خود به صفت رحمت خداوند پاک. یعنی اگر شما با اینمی که سالهای متمادی در مقابل ربتون کفران کردی، ناسپاسی کردی، مرا تکذیب کردی، در هر سن و سالی که هستی، اگر شما استغفروا ربکم، استغفار بخواهی از پروردگارتان، انه کان غفارا، هر آینه خدا را غفار و مغفرت کننده میابی. روش نوح علیه السلام امی بود که اول ترغیب و تشویق و امید دادن بود و بعد هم در اواخر ترهیب بود که خوف ایجاد کرد، تا ای که اگر از روش تشویق کسی امیدوار به این نشد که بیای به رحمت خداوند جل جلاله خدا برسانه، حداقل ترهیب و یا رعب در قلبشان از روی دلسوزی بندازیم. شاید این باعث شود که یا بیاین و دین الله متعال قبول بکنن. جناب استاد، همان گونه‌ای که در درس‌های گذشته ما بعد از یک مدت عبرت می‌گرفتیم از قصص الانبیا و می‌خواستیم که از داستان انبیا علیه السلام یک درس فرا بگیریم، ما هم می‌خوایم که همان کار انجام بدیم. اگر دعوتگران زمان امروز یا دعوتگرانی که در حال حاضر در حال دعوت هستند مقایسه بکنیم با زمان نوح علیه السلام، چه اشتباهی را ما در آغاز دعوت مرتکب میشیم که نمیتونیم استمرار و تلاش‌های بی پایان در راستای دعوت داشته باشیم؟ سوال بسیار خوب. ببینین شیرزای صاحب، وقتی که ما موضوع دعوت در تمام ادوار تاریخ و همچنان در تمام دوره های طلایی پیامبرا یک بار به بحث و بررسی میگیریم،
تنها حضرت نوح علیه السلام نه بلکه اکثریت قاطع پیامبرا کوشش میکردن که اول امید خلق بکنن در قلب ها. مثلا امروز اگر ما شما مقایسه بکنیم، دعوتگرای ما اکثریتش احساساتی است، به شکل احساساتی است که با اندکترین خطای یک انسان دفعتا برای از او جایگاهش تثبیت میکنه. مثلا یک نفر پاچیش از بجلکش پایان است، دفعتا یک حدیث شریف میاره میگه که تو جهنمیستی، بدون از که تحقیق بکنه در یا تحلیل بکنه یا حدیث شرح بکنه که آیا با پایان شدن پاچه از بجلک به اساس نیت است موضوع، آیا این آدم جهنمی شد، و جانب مقابل کاملا ناامید می سازد. چون برعکس حضرت نوح علیه السلام، نوح علیه السلام ترغیب بود بعدن ترهیب بود، ولی دعوتگرای امروزی اکثریتشان وقتی که میشنویم و مقایسه میکنیم با دعوت پیامبرا، مشکلشان اینجاست که اول ترهیب است، همین دوزخ است، طبقات دوزخ است، دروازه های دوزخ است، دیگه موضوعات، ولی از رحمت الله متعال بسیار کم یاد میکنه. اینجاست که اگر ما بیایم حتی بدون نوح علیه السلام دیگه پیامبرا را هم ما شما به بحث و بررسی بگیریم، میبینیم وقتی که حضرت موسی علیه السلام خداوند پاک برش دستور میته، میگه اذهبا الی فرعون انه طغى، اذهبا الی فرعون، اردویتان بری به طرف فرعون، یعنی کی؟ هم موسی و هم هارون، برای که طغیان کرده و سرکشی کرده. چی برش بگویی؟ فقولا له قولا لینا، پس به فرعون بگویی یک قول بسیار لین و نرم را. ببینی از فرعون بالاتر دیگه دشمن خدا کس نبود و از موسی هم یعنی پاکتر کس نبود، ولی امروز میبینیم که بعضیا خود موسی گونه برای مردم تصویر میده، ولی از زبانشان قدر کلام زشتی بیرون میشه که جانب مقابل متضرر میکنه. بله جناب استاد، در روز گذشته یک نقطه را بحث کرده بودیم که صحابه کرام چقدر عشق آتشینی برای دعوت داشتن. امروز هم میخوایم جناب استاد پرسان بکنم، اگر بر بگردیم به دوران تابعین بعد از دوران صحابه کرام، درباره الگوی دعوتی و یک نمونه از الگوی دعوتی از زمان تابعین اگر بر ما بگوین جناب استاد. بیاییم به بحث و بررسی بگیریم یکی از تابعین که امام ما شماست، امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه، و همچنان شیوه دعوت حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه. سن عزیز، امام ابو حنیفه رحمه الله امام احناف هست و واقعا که خدمات بی پایان را در راستای دین انجام داده. فقه امام ابو حنیفه یکی از کاملترین فقه و قوانین شرعی هست که استنباط کرده. سمیر به طرف این که چگونه دعوت میکرد و چگونگی دعوت امام ابو حنیفه از جناب استاد میشنویم. امام ابو حنیفه صاحب یک همسایه داشت، یک بچه جوان، و اکثریت اوقات نشمی بود، یعنی شراب می نوشید. امام ابو حنیفه صاحب نصف شب که میشد که بیدار میشد به خاطر نماز تهجد، در نصف شب این جوان سر و صدای بسیار بیجای و بسیار زیاد امام ابو حنیفه صاحب اذیت میکرد، صدای بیجای ازی. چون از حالت عادی خود بیرون میشد، مستی و سکران سرش میامد، هر گپ روا و ناروایی که به زبانش میامد این بلند بلند گپ میزد، تا ای که یک شب حضرت امام ابو حنیفه صاحب وقتی که به نماز تهجد بیدار شد، دید که امشب آرامی است. کنجکاو شد که یه همسایه چطور امروز آرام است، امشب آرام است. صبح شد و رفت و پرسان کرد از همسایه که نام امو بچه را گرفت که جوانی که هر شب سر صدا میکرد کجاست. گفتن که پلیس آمد و عدالت سکران گیر کرد و برد بندیش کرد. ببینی امام ابو حنیفه صاحب میره خودش به ایستگاه پلیس و بعد از اینکه ضمانتش میکنه، به قید ضمانت امام ابو حنیفه صاحب این جوانی که شراب استفاده میکرد ایره آزاد میکنه. بعد از او به این هم اکتفا نمیکنه،
بدون کدام سر و صدا در مرکبی که خودش در جلوی خود تیر هم سوار میکنه و از امو ایستگاه پلیس تا خانه شیره میاره. زمانی که در خانه پایانش میکنن، در وقت پایان شدن چون هر انسان یک ایستگاهی داره به خاطر تحول درونی خود، امام ابو حنیفه صاحب اینجا برش میگه که دیگه شراب می نوشی، تعهد میکنه به امام ابو حنیفه صاحب که نه خیر. یعنی امام ابو حنیفه صاحب نیکی که در حقش میکنه و بدون ازی که او را به الفاظ زشت و رکیک بروش بکشانه، بلکه خوبی عملی امام ابو حنیفه باعث از این میشه که جوان تعهد میکنه و سر از امو شب دیگه شبها امام ابو حنیفه صاحب کاملا آرام است. بسیار. جناب استاد درباره نتایج طلب مغفرت حضرت نوح علیه السلام از خداوند چگونه اظهار نظر میکرد و چگونه بحث کرد؟ حضرت نوح علیه السلام به اساس این آیه که پیشتر تلاوت کردیم، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، فقلت گفتیم برشان که استغفروا، استغفار بخواهید، طلب بخشش بخواهید از خداوند، یقینا خداوند غفار است. بعد از ببینی نکته لطیفی که در آیه قرآن عظیم شان ما شما میبینیم که نهفته است، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان را پی در پی بر شما بارانزا میسازیم. یعنی چی؟ ثمرات استغفار برش میگه. یعنی وقتی که شما استغفار زیاد بگین که برای همگی درس است، حتی با امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، با کسایی که بحران مالی دارند، با کسایی که مشکلات خانوادگی دارند، با کسایی که در زندگی خود ناراحت هستند و با کسایی که از هر حیث در یک تنگی و ضیقی زندگی میکنن، آیه قرآن عظیمشان به شکل بر ما شما نقل میده که یرسل السماء علیکم مدرارا، یکی از نعمتایی که یعنی با ثمرات استغفاری است که آسمان خداوند بارانزا براتان میسازه تا که کسب و درآمد کشت و زراعتتان حاصل بده. یک موضوع بعدی میگه و یمددکم باموال و بنین، و شما را به اموال و فرزندان یاری میکنه. یعنی یکی از ثمرات استغفار است که اگر کسی استغفار زیاد میگه، یک کسی از بی اولادی رنج میبره، کوشش بکنه استغفر الله و اتوب الیه. و یک کسی از نگاه مادی در فقر به سر میبره، اکثریت اوقات استغفر الله و اتوب الیه. ببینی این استدلال قرآنی است که میگیم، چون یک طرف اوج حضرت نوح علیه السلام کلمه استغفار یاد میکنه و یک طرف دیگه برای ما و شما نشان میده که اگر انسان کاملا استغفار زیاد بگوید، ثمرات استغفار تمام بحران‌های زندگی انسان حل میکنه. چون بسید شما درباره واژه‌های استغفار گفتن، یک تعداد هستن که تنها اکتفا به واژه استغفر الله میکند و اتوب الیه نمیگوید، آیا کفایت میکند؟ استغفر الله به این معنی که طلب مغفرت میکنم از ذات پروردگار. اگر به شکل کوتاهش میگه او پاداش خود داره، اگر و اتوب الیه میگه این پاداش خود داره، چون یک کلمه دیگه، یک جمله پرمعنای دیگه که و اتوب الیه و من توبه میکنم، رجوع میکنم به سوی تو ای پروردگار. اگر اینطور میگه که استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه، این کامل تر است. این هر کس به اساس ای که با کدام زبان، یعنی با کدام شیوه استغفار انتخاب میکنه، بهترش به نظر من همیست که استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه، چون صفات الله هم در ذکر میشه و در اوجه تنها اسمی که مجتمع تمام صفات خداست ذکر میشه که الله است. بله. جناب استاد، اگر به نتیجه سخنان نوح علیه السلام بپردازیم، در واقع رهگشای تمام بحران‌های زندگی است، اما باز هم می‌خوایم که دیدگاه بزرگان را برای من جناب استاد کوتاه بیان بکنید. یکی از امامای اهل تسنن که ما شما میشناسیم و با 4 مذهب مسلمان هستیم، امام شافعی صاحب است. امام شافعی صاحب کس پیشش میه و از بحران مالی بسیار زیاد میناله. توصیه حضرت امام شافعی صاحب برای ازی انسان چیز میگه که آیا آیه قرآن عظیم شان مطالعه نکردی؟ فقلت استغفروا ربکم انه کان
غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین. ببینی میگه یکی مشکلات یا بحران های زندگی فردی انسان است، یکی بحران و همچنان مشکلات مالی اجتماعی است. خداوند پاک اول بحران های اجتماعی را برات حل میکنه. مثلا آب یک ماده حیاتی است، اگر آب نباشه زندگی چقدر سخت میشه. اصلا بدون آب زندگی نیست، چون در قرآن کریم میگه که آب مایه حیات انسان ها و مایه حیات همه زنده جان ها البته ساختیم. پس میبینیم که اول مشکلات اجتماعی را حل میکنه. میگه اگر استغفار بگویی انه کان غفارا، خداوند آمرزنده است. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان براتان بارانزا میسازه، مشکلات اجتماعی تان حل میشه. بعضی با مشکلات فردی میه و یمددکم باموال و بنین، و شما را خداوند مدد میکنه بچی به اموال، مال فراخ براتان میته و بنین و به اولاد. پس هر کسی که این مشکلات داره، هر بحرانی که داره، در کل میتونه با کلمات استغفار به خدای پاک رجوع بکنه و تمام بحران های زندگی خود حل بکنه. ولی شرط اصلی چیز بالای خدا اعتماد داشته باشه. بله، بسیار سپاس جناب استاد. اگر خلاصه بحث امروزی را در قالب یک پیام به بیننده های عزیز ارائه بکنیم. خلاصه بحثی شیرزای صاحب که به شکل عمومی اگر جمع‌بندی بکنیم، اول شیوه دعوت یاد بگیریم که کوشش بکنیم که مردم، خصوصا کسایی که گناهکار هستند، خود ما گناهکار هستیم، امید داشته باشیم به رحمت پروردگار و مردم هم امید بدیم و تشویق بکنیم به رحمت پروردگار جل جلاله، بدون از اینکه ما اول در اولویت خوف قرار بدیم. چون یک حدیث قدسی الله متعال جل جلاله به زبان رسول علیه السلام برای ما و شما میگه که این رحمتی سبقت غضبی، رحمتم بر غضبم پیشی گرفته. پس اینجا کوشش کنین که رحمت خدا را برای مردم نسبت به غضبش زیادتر به مردم تشویق بکنیم و امیدوار بسازیم و تخم امید به قلبایشان کشت بکنیم. موضوع بعدی که نتایج که هر مشکلاتی که امروز ما و شما داریم ناشی از عدم تماس های ما با خدا است و الحمدلله در قرآن و حدیث رسول علیه السلام شیوهی که چه قسم با خدا تماس بگیریم کاملا بر ما بیان شده که پیشتر بیان کردیم که استغفار به کثرت بگوییم. هم مشکلات اجتماعی ما حل میشه، هم مشکلات شخصی و خانوادگی ما حل میشه، هم بحرانای مالی حل میشه. حتی اگر بگوییم که امروز اکثریت مردم ما از بی اولادی رنج ببره، همین موضوع هم خدای پاک تی آیت ذکر میکنه که و یمددکم باموال و بنین، و اعتماد به خدا داشته باشید. بسیار سپاس جناب استاد، ممنونتان و جهان سپاس از هموطنان عزیز که تا این حال با ما بودن و همراهی کردن.